یک جوان نزد حبیب خدا آمدند و گفتند ای پیغمبر خدا، من میخواهم که زنا کنم، آیا بر من رخصت نمیدهی؟ یاران پیغمبر که در اطراف پیغمبر نشسته بودند میگوید بی نهایت غضبناک شدند، گفتند این پیغمبر خدا را مسخره میکند و این نمیداند که پیغمبر خدا دائما به ضد زنا از آیه های کریمه صحبت میکند. میگه رسول اکرم که بسیار آدمی با صبر و مهربان بودند چیکار کردند؟ در حال جوان را گفتند نزد من نشین، گفتند نشست. گفت ای جوان، گفتند زنا میخواهی؟ گفت بله زنا میخواهم. گفت آیا میخواهی که با مادر تو کسی زنا کند؟ گفت نه ای پیغمبر خدا نمیخواهم. گفت میخواهی که با زن تو کسی زنا کند؟ گفت نمیخواهم. گفت میخواهی که با اپی تو کسی زنا کند؟ گفت نه نمیخواهم. میخواهی با خواهر تو کسی استراحت کند؟ گفت نه نمیخواهم. با خاله و با عمت میخواهی کسی استراحت کند؟ گفت نه نمیخواهم. گفت پس ای دادر عزیز، ای جوان عزیز، یقین دان که آن زنی که با تو استراحت میکند وی هم یا زن یا مادر یا دختر کدام برادری تو هست. این جوان میگوید از جای خود خیز، گفت پیغمبر خدا در حق من دعا کن. رسول اکرم 3 دعا کردند. پروردگارا فرج این جوان را از زنا نگه بدار. پروردگارا دل این جوان را صاف و مجلا بگردان. پروردگارا گناهان این جوان مغفرت بگردان. آمین یا رب العالمین کردند. جوان از جای خود خیز گفت به خدا قسم در روی زمین از محمد دیده دیگر رفیق ندارم، از محمد دیده دیگر محبوب ندارم، بجز دوست من فقط و فقط محمد است، من وی را دوست می‌دارم. این جوان از پیش رسول اکرم فارغ شده. بسیار خوب می‌شود جوانای عزیز امروز از نظر کردن، امروز با این زنها یک جایه شدن، استراحت کردن، فقط خواهر و اپی ختان پیش نظر بیارید. از این عمل دور باشین، زیرا خداوندم در قرآن برای شما تذکر میدهد، یادآوری میکند ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. خدا در قرآن میگوید ای بندگان من، کسی دعوا میکند که بنده خدا هستم به زنا نزدیک نشو، زیرا زنا چی یک بدفعل و چی یک بدراهی هست. شما وقتی اگر زناکار شوین جوانای عزیز، دیگر شما حیات شیرین نمیبینید، شما دیگر با زنتان معامله خوب کرده نمیتانید، دیگر زنتان دوست نمیدارید، برای شما ان دخترهای کوچه محبوبتر میشود، شما دیگر با یک زن زندگی کرده نمیتانید، بلکه در حال روز به روز طلاق تو زیاد شدن میگیرد. این بسیار اثرهای ناخوب دارد. بین امروز خداوند 1450 سال پیش قریب ما و شما را گفت به زنا نزدیک نشوین. حکمتش امروز برآمد. سپید کی درک داشت؟ از کسل سپید کی درکدار بود؟ امروز دنیا را سپید اشغال کردگی هست، هیچ طبابت ندارد. سرچشمش از چی است؟ از زنا کردن است. درود و رحمت خدا بر شما باد ای برادر عزیز و داملای شیرین بیان حاجی میرزا. سوال: آیا نام اساسی ابو هریره چی بود و چرا او را ابو هریره میگویند؟ ابو هریره که ما به نهایت نام این حضرت را زیاد میگیریم، نام اساسیش در زمانهای جاهلیت میگوید عبدالشمس نام داشت. عبدالشمس، شمس گفته آفتاب میگویند، یعنی بنده شمس. اون زمانهای جاهلیت که بود عبدالعزا میماندن، بنده بوت، همون بوتهایی که بودن همون به نامهای همونها میماندن، یعنی از خدا و از آخرت که درکدار نبودن، این گونه نامهای میماندن که یعنی فقط به همون خداهای خودشان چی بود؟ روانه بود. این ابو هریره در دوره های جاهلیت عبدالشمس نام داشت، بنده آفتاب. رسول اکرم وقتی که ایمان آوردن، یعنی سال 7 هجرت بود که ایمان آوردن،
وقتی ایمان آوردن پرسیدن که تو چی نام داری؟ گفت من عبدالشمس نام دارم. گفت تو عبدالشمس نیستی، تو نامت عبدالرحمن است. رسول اکرم نام ابو هریره را به عبدالرحمن تغییر دادند. عبدالرحمن ابن صخرین، پدرشان صخر نام داشت و خودشان عبدالرحمن نام داشتند. چرا کنیت ابو هریره داشتند؟ اصلا رسول اکرم را ابو هریره نمیگفت، بلکه ابو هر میگفت، زیرا هر این مذکر است، هریرهش مؤنث است. یعنی ابو هر گفته فریاد میزد. کسی ابو هریرهش میگفت که مرا پیغمبری خدا ابو هر گفتند، از این خاطر ابو هر گوید مرا. و این نام از کجا پیدا شد؟ میگه در آوان جوانیش این ابو هریره با پیشیک بسیار بازی میکرده است و گربه را به نهایت دوست میداشته است. این لقب، این کنیتش از جوانیش بوده است. یعنی بسیار که محبوب همین گربه کی بوده است، از این خاطر رفیقایی که همراه خود داشت با همین کنیت ابو هریره گفته آمده، حتی که دوره اسلام هم که آورد این لقبش گم نشد، بلکه ابو هریره باقی ماند. ابو هریره یکی از نفرهایی هست که ابن جوزی میگوید که در بین تمام صحابه ها یگانه ابو هریره حدیث زیاد حفظ میدانست و روایت کرده است. 5374 حدیث را ابو هریره روایت کردگی است. همه این از زیاد میدانستند. میگوید که سبب بسیار دانستن این حدیث های من در چی سبب بود؟ من شب و روز همراه پیغمبر بودم. من از اهل صفه بودم. اهل صفه گفته دائم در همون مسجد پیغمبر خدا نشسته بودند. اونها هیچگاه از مسجد جدا نمی شدند. هر صدقه که به پیغمبر کی می آمد، رسول اکرم که صدقه را کی نمی خورد به اهل صفه می داد. یعنی همون ابو هریره شون همراه چند شیخای دیگر که 40 یا 45 تا 70 میگویند بودن، همون شیر را چکار میکردن؟ میخوردن. از سبب دانستن من میگوید زیاد حدیث این است که با پیغمبر خدا بودم، من کار دنیا نمیکردم. دیگر سببش این بود که ابو هریره نه زن داشت نه فرزند، بی زن و بی فرزند بودند. چنان حضرت محب پیغمبر بودند که میگوید چنان پیغمبر را دوست میداشتم که در رگ و در خونم محبتش چسبیده بود. از چهره پیغمبر میگوید هیچگاه سیر نمیکردم. 1 ساعت از پیغمبر جدا میشدم گویا که قیامت بر بالای من آمده باشد. نمیتونستم از پیغمبر جدا شدم. هر روز وظیفه میگد این بود که 12,000 بار استغفر الله میگفتم. 12,000 بار. یک رشته دراز داشت، میگوید که 1000 گره داشت، مثل تسبیح های امروزه ما و شما. استغفر الله استغفر الله استغفر الله میگفتن. پروردگارا به سوی تو توبه کردیم، به سوی تو توبه کردیم. شب میگوید آن شب برای من حرام بود که اگر با این رشته خود 1000 بار سبحان الله نمیگفتم. پاک هستی تو ای پروردگار. پاکی پروردگار را میگفتم، بعدا سرم میماندم خواب میکردم. این گونه محبوب خدا بودن. انا همین است سبب های ابو هریره بودنش. میگوید یک مادر سال خورده داشتند، بسیار مادر پیرانسال بود. چند بار دعوت میکردن، اسلام نمی آورد. باری میگوید ابو هریره میگوید وقتی دعوت کردم که مادر اسلام بیار، با محمد صلی الله علیه و سلم پیرو شو، میگوید چنان یک سخن ناسزای در حق محمد گفت که دیگر طاقت نکردم. از جایم خیستم، گریان به نزد رسول اکرم آمدم. گفتم ای پیغمبر، اگر دیگر نفر این سخن را میگفت و رو پاره پاره میکردم، لیکن مادر من در شأن تو چنان سخن قبیحی گفت که من دیگر طاقت کردن نتانستم. خانه رو ترک کردم. یا در حقش دعا میکنی خدا هدایتش کند، یا دیگر اون خانه من نمیرم. رسول اکرم دست برداشتم، گفتم پروردگارا مادر ابو هریره را اسلام عزت ببخش. آمین گفتند. ابو هریره میگوید گشته آمدم، نگاه میکنم که دروازه محکم است و شرشر آب میآید، ریختن آب. یعنی آدم وقتی نو مسلمان شود باید که غسل کند، باید آبازی کند. میگوید آواز آب می آمد، دروازه را تق تق کردم، در آمدم.
گفت ابو هریره نزدیکتر نیا که من برهنه هستم، من آبازی کرده ایستادم. وقتی وای میگوید آبازی کرد، لباسهاش که در بر کرد، وقتی مرا دیدن برابر گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. زمانی میگوید ایمان و اسلام در وجود مادر من تأثیر کرد. در پیش مادر میگه چگونه که یک لحظه پیش از سخن قبیح او گریه میکردم، این زمان چنان یک اشک شادی از چشم میریخت که گویا که فرزندی من از دنیا گذشته باشد. اینقدر گریه مرا میگه فرا گرفت و دستی مادر ما گرفته و نزد حبیب خدا آمدم. گفتم پیغمبر خدا بشارت باد که مادر ابو هریره ایمان آورد. دست برداشت گفت پروردگارا محبت ابو هریره، مادر ابو هریره را و فرزند او را در دل تمام امتان من محبتش را جایگیر کن. گفته و آمین کردند. امروز تمام دنیا مادر ابو هریره و خود ابو هریره را دوست می‌دارن و احترام می‌کنن. سلام علیکم اکای حاجی داملا عزیز و محترم. ما یک گروه اخلاصمندان شما از ناحیه کلخزآباد، اول از خدای متعال برای شما تنصیحتی و سلامتی نیک و حفظ شما و شما بر اینها را از کل بدخواهان می‌خواهیم. آمین. بعداً ثبت‌های شما را بر دوام بی‌صبرانه انتظاریم. اکای داملا ما در کسیت 49 شما را در باب نکاح درباره بعضی چیزها فهمیدیم. من گفتنیم که من از ناحیه آرجانکیزآباد زنگ گرفتم. در عین نکاح در پشت من سوزن سخت می‌کردند. اگر این عمل ناجایز باشد من از سر نو نکاح کنم یا نه؟ با احترام مخلص شما. این سوزن زدنم یک نوع بدعت است، یک نوع خرافات ها هستند. اینا از اسلام ما نیستند، مگر که اینا عرف و عادت همین مردم ما شدند که در پشت همان بچه را که نکاح میکنید سوزن میزنید. این هم هیچ معنی ندارد. نکردن هزارها بار افضل و بهتر است. لیکن این برادر در نکاحش ضرر زیان نه آمده است. یعنی این باید از سر نکاح نکند، بلکه امروز مادامی که دانست و فهمید بر دیگر برادرهایش تبلیغ کند که این عمل عملی نادرست است. باید که ما این عمل را ترک کنیم. اکای داملا التماس با این سوالهای من باز جواب گویید. بعضی آدمان 4 رکعت سنت پیشین را در خانه میخوانند و 4 رکعت فرض را در مسجد خوانده، بعدا باز 2 رکعت سنت را در خانه میخوانند. همین آدمانی که همین خیل نماز میخوانند خانهشان از مسجد 300-400 متر دور میباشد. آیا این عمل درست است یا نه؟ البته اگر سنت ها را ما و شما در خانه خوانیم خودش سنت است. زیرا رسول اکرم حدیث های مبارکش است که شما خانه هاتان به قبرستان مبدل نکنید. مقصد که یعنی در خانه هاتان نمازهای سنت خوانید، نمازهای نافله را در خانه خوانید و آمده فرض در نماز در مسجد جماعت کنید. این حدیث پیغمبر خداست. اگر مبادا که کدام برادری که در مسجد هم که اگر سنت چه خوان، این غلط هم نیست، این نادرست هم نیست، لیکن اگر رفته و در خانش هم که خوان، این افضل تر است و باید ما و شما ملامت نکنیم. این خوب است. شما میتونین حتی در همین مسئله های فقه حنفی، اینا مثلا گوری میری را تماشا کنین، میگوید که سنت بامداد باید در خانه خوانده شود. اگر مبادای در خانه خوانده نشد در راه خوانینش، در راه نشد بیرون مسجد خوانین، بیرون مسجد نشد پس یک استون مسجد خوانین، تا که در صف شما سنت نخوانید. های اندازه تأکیدها آمدگی است. یعنی در خانه ما و شما نماز که خوانیم تمام جین و دیگرها از خانه ما و شما دور می شود با سبب نماز خواندن ما و شما. تقدیر چیست؟ انشاءالله اینجا تقدیر در سوال کردن من جمعه آینده در باب تقدیر با شما صحبت میکنم. 4، ختم خوجه چی درجه دارد و ختم قرآن چی درجه دارد؟ یعنی بغیر تقدیر 4 سوال کردن، 3 سوالش جواب میگیم. سوال یک سوالش که در باب تقدیر است، جمعه آینده انشاءالله من جوابش میگم. ختم خوجه و ختم قرآن. البته ختم قرآن از ختم خوجه دیده افضلتر و بهترتر است. ختم خوجه را خدا رحمت کند استاد ما بابای ملا شریف که همه شما میشناسید. امون حضرت در همین محله ما ختم خوجه نمیکردند. مرحمت همون سفیدای محله وجود دارد. میگو مادامی که همین ختمه که بجا آوردن نمیتوانند و برای ختم خوجه که مردم زیاد در کار است و مردم سوره علم نشرح را نمیدانند، سوره قل هو الله را درست خواندن، سوره اخلاص را درست خواندن نمیتوانند، از این خاطر یک نفر آدم همین سوره تبارک خواند
3 بار دیگه از پسش سوره اخلاص خواند، دعا کند، بس کفایت میکند. این افضلتر است میگفتند. از این خاطر ما هم که پیروای ایشان هستیم، شاگردای ایشان هستیم و در همه جا میگویم که ختم همین سوره تبارک خوانید، 3 بار سوره اخلاص خوانید، این بهتر و افضلتر است. همین هم شخص خواند که قرآن گذراندگی باشد. آدمی قرآن ناگذرانده باشد و چی خود گناهکار میشود، چی شنونده ها گناهکار میشود. یک چند سوالای تعجیلی هم آمد از برادرای عزیز، ما اینها را جواب شد جمعه آینده خدا خواسته باشد با سوال جواب میکنیم، زیرا من اکثر سوال هایی که خیلی مهم بودند، چی در باب اسراف بود، چی در باب معرکه های نادرستی که ما و شما داریم اینجا سوال ها شده است، و چی درباره محبت وطن دوستی بود. من با شما باید صحبت میکردم، از بس که وقت کی نیست. انشاءالله جمعه آینده من در این بابت ها با شما صحبت میکنم. فقط دیروز ما در قرغن تپه مجلس بود، در حضور مفتی، در حضور رئیس کمیته دین اسلام، در حضور ایشان سید جان و انجا معاون ولایت ختلان، میر شهر همون قرغن تپه و دیگر نفرها اشتراک داشتن. مجلس گذشت در اونجا، من از شما باید که اونها گفتن و تمام مردم خبر دهید، در اونجا در باب همین اسراف و معرکه های نادرست ما و شما گفتن صحبت کنید که چگونه که رئیس جمهور هم مفتی را قبول کردن. اگر شما دیده باشین در باب همین اسراف و معرکه های نادرست صحبت ها کردن. و باز در باب اختلاف هایی که در امروز در جمهوری پیدا شده است، اختلاف هایی که آمین بلند، پای های کشاد، دست های بالای سینه، این مسئله هم خیلی یعنی موضوع مهم و گفتن که در این مسئله ها صحبت ها کنین تا که بسیار یک نقطه حساسی هست که شاید که ناآرامی پیدا شود. برادرای عزیز خوب توجه کنید، من شما را تحقیر کردنی نیستم، من هیچ کدام شما را حقی سنگ زدنم ندارم، لیکن بسیار گرد همین موضوع مسئله های زیاد دیده شده ایستاده است، گفتو گزارها و گفتو شنیده های زیاد شده ایستاده است، عاقبت ناخوب دارد. بیاید همین مسجدهای کشاده ما و شما را ضرر نکرده است، بیاید همین داعی هایی که دعوت دارن پیش راه همین ها را نگیرید، بیاید همین مدرسه هایی که در ما و شما کشاده هستند دروازه همین مدرسه ها را نبندید. با یک آمین گفتن تو دنیا روشن نمی شود، با یک آمین گفتن تو جامعه اصلاح نمی شود، با یک دستی بالای سینه بستن تو شریعت مستحکم نمی شود. امروز موضوع های مهم خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. اگر چنده که زیر ناف گرفتن دست سنت است، پس گفتن آمین سنت است. همین طریقی که از ابو حنیفه ما و شما داریم، برادرای عزیز به همان مراجعت میکنیم، فریفته هیچ کس نشوید. از همین راهی که گرفتیم از همین راه بیرون نشویم که خطر زیاد دارد. ما دوستار ابو حنیفه هستیم و می باشیم و همچنان می رویم. چی زلال و چی نقص و چی کمبودی در این مذهب دیدیم که رجوع به دیگر رویه ها و جریان ها میکنیم. امروز شیعه هم میخواهد جریان خودش در بین ما جاری کند، نصرانیش هم میخواهد جاری کند، تا که همین تاجیکستان آرام ما و شما را، این تاجیکستانی که اینقدر پیشرفتی دارد، رئیس جمهور چند قدر حرکت ها برای بهبودی کرده ایستاده است، همین ما و شما باور کنید از دست میتیم، بعدا پشیمان میشیم، فایده ما نمیکنه. این مسئله در اونجا دیده شد. بسیار از شما خواهش میکنم انشاءالله هر مسئله برآمد در ما توجه، در ما از ما پرسان، از هیچ کس نپرسید. تاجرهایی که پیش از رمضان نرخ را می بردارند و از پول آن در مسجد خیر و در خانه هایشان نان میکنند و شما باز آنها را دعا میدهید، ثواب میگیرند یا نه؟ البته ما در اول ماه مبارک برای همه شما، چی تاجر باشد چی غیر تاجر باشد، پیغمبر خدا خبردادگی هستند الصوم جنتون ما لم یخرقها. این روزه، این ماه مبارک رمضان برای شما سپر است. چگونه ای که دو جنگاور جنگ میکند و در دست آنها سپر است و خود را از هلاک شدن محافظت میکند،
این روزه مبارک هم در روز قیامت برای ما و شما سپر می شود از آتش دوزخ. ما لم یخرقها، لیکن رسول اکرم شرطی گذاشتند مادامی که شما در دنیا اگر این سپر را پاره پاره نکنید، این سپر را اگر شما در دنیا از دست ندهید، این حالت در برای شما سپر می شود. ما در کدام حالت این سپر پاره میکنیم؟ اگر جنگاور با زدن شمشیر سپر پاره کند، روزه ماه مبارک رمضان با غیبت پاره می شود. روزه ماه مبارک با قماربازی پاره می شود. روزه ماه مبارک رمضان با دیدنی حرام کرده های پروردگار از روی ذوق اگر نظر کنیم پاره می شود. روزه ماه مبارک از روی سوداهای نادرست پاره می شود. ماه مبارک رمضان از حساب دروغ گفتن پاره می شود. این سپر از دست می رود. اگرچه من دعا هم برای او می کنم، لیکن معنای او را ندارد که من پشتیبانی از او می کرده باشم. این معنای پشتیبانی را ندارد، بلکه من دعای من هم در کسی اثر می کند، در کسی خداوند او را می رساند که در اصل وی جدی روزه داشته است. اگر من دعا هم که دی هم وی دروغگو باشد، وی حق مردم خور باشد، وی در تجارتش خیانت داشته باشد، این دعای من بر او هیچ رسنده ای نیست. از این خاطر من از اولی ماه برای شما تأکید کردم، یک ماه هست، الک یک جمعه دیگه باقی مانده است و خلاص رفت. اینا شما غنیمت شمارید. اینا را تمام دوستان خدا آرزو میکردن که پروردگارا یک بار دیگر به ماه مبارک رمضان ما را برسان. اونها نه شب خواب بودن نه روز خواب بودن، میدانستند که این ماه سر به سر ماه اجر است، ماه ثواب است. اینقدر حرکت ها میکردند. عایشه صدیقه میگوید دهه آخر پیغمبر را در خانه من نمیافتم، در مسجد بود فقط. بند ایزار را میبست، میگوید بند ایزار بستن به معنای که میان میبنده ما و شما از پی کار میشیم. رسول اکرم دهه آخر را میان میبستن، از مسجد بیرون نمیشدن. این است کرده پیغمبر ما و شما. لیس الصیام من الاکل و الشرب انما الصیام من اللغو و الرفث. رسول اکرم گفتن این روزه معنای را ندارد که شما روزی دراز نخوردید، آب ننوشیدید، تمام روزه بجا آمد. نه، بلکه پیغمبری خدا گفتند بازم این گفتن باید که شما از سخنهای فحش، از سخنهای دروغ، از بهتان، از تمام کردارهای ناپاک دور باشین. این صورت در روزه شما نور بالای نور می شود. این روزه شما برای شما سپر می شود. التماس برادرای عزیز، با 100 سامان یا 200 سامان یا 500 سامانی که تو میابید، لیکن روز قیامت حسرت میبرین 500 سامان برای تو هیچ فایده ای نمیکنه. این سوالای تعجیلی بود، از الحال آمدن من جواب میگویم. السلام علیکم محترم حاجی مرزا، ما یک گروه مخلصان شما که در شهر دوشنبه استقامت میکنیم و در بازار کاروان و تجارت مشغولیم. در نزد ما یک جوانی کسیت فروش است و هرگاه که ثبت آواز شما را میگذارد ما خیلی شاد میشویم و در حق شما بهترین خوشی های دنیا و آخرت را آرزو کرده از شما 2 سوال میکنم. التماس با سوال من جواب گویید. گبناز از نظر اسلام، گبناز این سحر است، سحر در اسلام حرام است. گوید که عروس قرآن کدام سوره هست؟ با احترام یک گروه صاحبکاران از بازار کاروان در همون 4 کتاب به فکرم که عروس قرآن سوره یاسین می گفتند، لیکن برای ما و شما قرآن همش عروس است. برای ما و شما همه سوره های قرآن عروس هستند. این شرط نیست و این واجب هم نیست که ما و شما دانیم که عروسی سوره های قرآن کدام سوره هست.
السلام علیکم محترم حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه باختر خواهش و التماس داریم که با سوال ما جواب گردانید. در دهه ما دو ملا وجود دارد. از بدبینی یکدیگر در مسجد از قفای یکدیگر نماز نمیخوانند. یکی بروقتر دیگر دیرتر به مسجد می آیند و یکی در دیگر اتاق مسجد نماز می گذارد که همه این به ضرر عامه خلق می باشد. ما فکر شما را در این باره خیلی و خیلی انتظار هستیم. من به این برادرها مراجعت میکنم که از پس حرد این نماز نخوانید. وقتی در یک مسجد باور کنین دو تا نماینده دین، دو تا شخصی که اینها باید در تمام مردم یک مثال باشند، تمام مردم باید که اینها را دیده عبرت گیرند. وقتی اینها در داخلشان از کینه و از حسد خالی نیست، رسول اکرم میگوید من کان له کین فلیس له دین. کسی اگر یک ذره کینه در دلش داشته باشد وای دین ندارد. وقتی این کینه و حسد از طرف این عالم ها وقتی پیدا می شود، پس این عامه مردم ما چی گوییم دیگر؟ بی نهایت مصیبت کلان است. این یک ناآرام کننده باور کنید چی در مسجد چی در جامعه هستند. اینها از روی اسلام رسول اکرم گفتن انزلوا الناس منازلهم، هر کس را در منزل خودش نشانید. نگاه کنید کدام همون بهتر است، کدام همون علم خوب دارد، کدام همون با آداب است. بازم علم داشتن آداب با ضرور است. کبر در عالم نمیزیبد. عالم باید خاکسار باشد، باید با بای و با فقیر برابر باشد. نگاه کنید که اگر این خصلت‌های خوبی نیکی پیغمبر خدا اگر در کدام او اگر یافت شود، از پس وی نماز خوانید. و الا اگر هر دوش این گونه حسد و کینه و بدبینی و بدخلقی و غیبت داشته باشند، اونها را ترک کنین، از پس یک آدم دیگر نماز خوانید. این بهتر است. بسیار مصیبت کلان است باور کنید. ولی در اینجا یک سوال دیگر باز در همین بابم آمده است. در یک مسجد دو قوم، این جایز نیست، درست نیست. از این دیگر فتنه بزرگ هست. به نهایت خوب می شود که از پس هیچ کدام اونها نماز نخوانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی در حق مادر ما که در بیمارخانه خواب است یک دعا کنید که خدا شفای کامل عطا کند. خدای مهربان این مادری که در شفاخانه خواب هستند خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیب شان بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک چیز را پرسیدنیم. یکم فکر شما نسبت کرخت و کرختگران چیست؟ التماس جوابش را همین روز گردان. با احترامی که از مخلصان دائمی شما. من در باب همین کرخت باری به شما گفته بودم که راستی بار خود همین نام پسند نیست. کرخت چی معنی دارد خودش؟ از این خاطر هر یک چیزی که شما گم میکنید به همون ذاتی که خودش یابنده است به همون ذات مراجعت کنید. بهترین صورت شامل می شود که پروردگارا آن مالی که من از دست دادم تو میدانی در کجاست، در دست کیست. خدای مهربان همون مالی مرا پس بگردان. این بهترین صورتش انا همین است. من از حساب این مسئله هایی که برای شما گپ میزنم باور کنید در چندین جاها ما را سرزنش میکنند که شما آن عرف و آن عادت هایی که پیشینیان داشتن همه او را انکار میکنید، بیکار میکنید. السلام علیکم داملای محترم. از شما خواهش دارم که همین سوالی مرا جوابش را گردانید که در ماه شریف رمضان خوردن تخم درست است یا نه؟ این را دائم سوال میکنند. البته درست است.
در ماه رمضان خوردن تخم یگان ضرر زیانی ندارد، مگر عزیزان ما و شما را همین دلیل نادرست گفتنش هم همین بود است که اینکه از بس که خیلی قوتناکی تخم که بلند است و آدم را روزی دراز گرسنه نمیماند و انسان مشقت روزه را که کشیده نمیتواند، از این خاطر گفتن خوردن تخم نادرست است. یعنی رمضان باید که مشقت داشته باشد، رمضان باید گرسنگی داشته باشد، انسان نفسش باید به سوی طعام و به سوی آب چیکار کند؟ میل داشته باشد و از ترس خدا به سوی طعام و شراب که نزدیک نمی شود. این بهترین روزه هست. لیکن وقتی انسان تخم میخورد از قسم سحر، دیگر تا بیگاه وی گرسنه نمیماند، وی حس هم نمیکند که روزدار هست یا نه. اگر شما تقوا کنین گویین که ما بلکه مثال دیگر طعام میخوریم تا که گرسنگی را حس کنیم، اینش کار شما هست. لیکن خوردن تخم در رمضان هیچ ضرر زیانی ندارد. چند دانه ای که میخورین خوردن گیرین. فقط من در اول رمضان برای شما گفته بودم در خوردن و در افطار کردن بسیار احتیاط داشته باشین. هر گونه طعامهای سخت و خنک در این شکمهای خالی استفاده نکنید تا که با سبب بیماری شما نشود، با سبب یگان فلاکت در وجود شما نشود. در کشادن روزه هم بسیار سراسیمه باشین. رسول اکرم گفت از احب العباد الی اعجلهم فطرا، محبوب ترین بنده به سوی من آن کسی است که روزه را تیز می شکاید، معطل نمی کند که کی ستاره ها می براید، که اینها هیچ معنی ندارند. امروز 10 تا کم 6 کشانیدن روزه است. شما میتونین در 10 تا کم 6 اول روزه تان شکایین، بعد نمازتان خوانین. حتی شما اگر در خانه ها باشین، شرایط مسجد رفتن نداشته باشین، میتونین که یگان طعام سبک خورین که تا که شما دیگر در داخل نماز هم که باشین، یعنی به سوی طعام رغبت نداشته باشین. نمازتان با چین دل، با حضور دل خوانین. در کلاب ما و شما عادت نشده است، لیکن بیرون از این در دیگر جاها همون یک چینی در یک سیوقش میگویند، در همون طرف ها بگیم مثل همین آشی بریده ما و شما واری، همون را یک تشا میخورن، میشکاین روزه ها شما، بعد خیسته نماز میخوانند. انا بهترین صورت شمین است که در حاضر ما و شما نماز میخوانیم، باور کنیم فقط و خیال ما به سوی کشادن روزه است. دیگر رغبتی در نماز نداریم، حضور دل در نماز نداریم، فقط همه حرکت همین است که تیزتر رفته روزه ما بشکاییم. برای این بهترین صورت شمین است اول روزه تان شکاییم، بعد نماز تان خوانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، من از شما یک خواهش دارم که با این سوال من جواب گردانید. آیا موی تنه را بغیر از موی سر دیگر همه موی بدن را تراشیدن کاری بد است یا اینکه نیک؟ موی دست و پا بالای شکم. حاجی محترم، از شما خواهش دارم که با سوال من حتما جواب بگردانید که ضرور است، چون که مرا موی تنه بدن نمیخورد. من موی تنه را بد میبینم. در مسئله ها از آن جمله فتوای محمودی هست، حضرت ها اجازت دادن که حتی اگر همین ابرو میبینید که دراز میشود و بالای چشم شما را فرا میگیرد، در چشم شما خلل میدهد، حتی همون مویهایی که به چشم شما ضرر میرساند همونها را به قیچی گرفتن جایز گفتند. همون مویهایی که ضرر میرسانند. اگر مویی که در بدن یعنی این برادر را آزار دهد و این برادر از این موی نافار باشد، یعنی وضعیتش خوب نباشد، تراشیدنش باکی ندارد. این مسئله را من در دوشنبه هم از یک عالم خیلی کلان هم صحبت شدم. این سوال را از او پرسان کردم و هم گفت که هیچ باکی ندارد. گفتن اگر مبادای همین پشم دست باشد، پشم شکم باشد، پشم پای باشد، اگر یگان ضرری برای همون انسان پیدا کند،
یا یک طبیعت ناخوب برای همون انسان پیدا کند، حق دارد که باید تراشد. السلام علیکم داملای عزیز. آیا جوابنامه در قبر لازم است یا نه؟ انا اینم از همان سوالهای کرخت و دیگر مسئله های هستند که امروز الحمدلله که امروز فکر میکنم جوابنامه از بین نابود شده است. شما یک تصور کنین پدرای عزیز، به هیچ کدام شما سخت نرسد همین مسئله که من به شما میرسانم حقیقت شو برده گویین، در هر جا گویین قبول می شود، لیکن افسوس که شما دیگر زیل ایره برده میرسانید. امروز باور کنین ما بدنام شدیم، لیکن الحمدلله بدنامی ما برای ما خوب است. در شهر آوازه است که گویا که ما زیارت مزار من کرده باشیم، حالا که من زیارت مزار من نکردم، من فقط شما را توصیه دادم که شما درست زیارت کنید، از روی دستورات اسلامی زیارت کنید. ما در شأن حضرت امیرجان سخنی نگفتیم، ما خاک پای حضرت امیرجان نمیشیم. حضرت امیرجان نفری بودند که خدمت‌های شایسته در اسلام کردگی هستند. اینقدر کتاب وی تصنیف کرد، اینقدر اشعار بسیار دارد، چگونه ما زبان ما کشاده می شود در حق ایشان یگان سخنی بدی میگوییم. این زبان می سوزد. با دوستان خدا ما هیچ وقت جنگ نداریم، جنجال نداریم، مقابلیت نشان نمیدهیم. شاعر میگه دوستان خدا خدا نباشند، لکن زی خدا جدا نباشند. اونا از خدا جدا نیستند. ما قدرت پیدا نکردیم که امروز عزیزای خدا را سنگ زنیم، بلکه من بر شما گفتم که آن سنگهایی که در اطراف مزار است شما بوسه نکنید، این عمل حرام است. اگر از حساب این فتوام در روی دنیا که سیاه شوم، من در همین فتوای خودم ایستادگی هستم. من از این فتوا نمیگردم که بوسه کردن سنگ مزار، بوسه کردن قبر حرام است. آدم مشرک میشد، شرکی به خداست. حتی همون حضرت امیرجان هم از شما راضی نمی شود اگر شما سنگ های او را بوسه کنید، اگر آن غیشت هایی که اونها را بوسه کنید. شما روین آیت خوانین، در حقش دعا کنین و این منتظر احتیاج به دعای ما و شما دارد. لیکن از او درخواست نکنید که ای حضرت امیرجان به من فرزند نصیب کن، ای حضرت امیرجان برای من کشایش کار نصیب کن. اینها حرام هستند در اسلام، اینها را جایز نیست. ما و شما سوره فاتحه میخونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای پروردگارا با جز تو من در هیچ کس بنده نیستم. ایاک نعبد، فقط در تو را تعظیم میکنم، و ایاک نستعین، فقط از تو مدد طلب میکنم، از کسی دیگر مدد طلب نمیکنم، حتی از حبیب خدا فرزند طلب نمیکنم، فقط از تو طلب میکنم. این است دستورات اسلامی. شما فتوا را خوب گوش اندازین، کجای این غلط است. من گفتم آن سنگی که در پهلوی حضرت امیرجان است که بعضی از برادران ما دعوا دارند که وای گهواره او باشد، وای از آسمان آمده است. این من افسانه میگم، این دروغ است. وای گهواره ندارد. اگر گهواره می آمد برای محمد صلی الله علیه و سلم می آمد که وای بهترین موجودات و بهترین مخلوقات است. اینا اساس ندارند. دادرای عزیز، در این شما فریفته نشید. من در بین شما هستم نیستم، این عقیده اسلام است. با خدا قسم من در نزد خدا به این سخنهای گفتگیم جواب میگم. من برای شما گفتم مزار آب و آذوقه نبرین. برای چی خاطر گفتم؟ به خاطری که همسایه های شما گرسنه هستند، به خاطری که برادرهای شما گرسنه هستند. اونها را دیهن و اونها را وظیفه‌دار کنین که در حق حضرت امیرجان دعا کنند. حضرت امیرجان اگر قلمه میخورد، حضرت امیرجان اگر گوسفند میخورد، امروز نامی او به نیکی نمیماند. وای دنیا دوستدار نبود، وای دنیا را ترک کردگی بود. آیا کجای همین نادرست است؟ مرحمت خیز از بین قوم. همون انسان هایی که سخن نادرست میبرند، خیز گفت سخن تو نادرست است، تو خودت نادرست هستی.
جوابنامه در قبر در این بابت در صلات مسعودی میارد که در قبرها شما جوابنامه نویسین. لیکن برادرای عزیز، هر یک مسئله باید اساس دلیل داشته باشد. امروز زمانی نیست که به ضرب کلتک و به ضرب سیاست سخن تا گذرانی، بلکه امروز زمانی آمده است که دلیل در کار است، حجت در کار است. از این خاطر ما و شما در همون کاغذک می نویسیم هنگام شب قبر چو هنگام بهار، دلتنگ مباشه در این کلبه تا. ما مهمان صاحب خانه کریم، هرگز نبود کریم مهمان آزار. در همون جوابنامه همین می نویسید. این چی فایده می بخشد بر همون میت شما؟ چی فایده می بخشد؟ یک انسان جنایت میکنه در همین جمهوری ما و شما، در همین شهری ما و شما جنایت کرد. آیا همون جنایتکار را عذاب میدهند یا که آدم بیگناه را؟ جنایتکار را عذاب میدهند. اگر این انسانی که در دنیا جنایت کرده است، در دنیا حقوق انسانها را پایمال کرده است، بد اخلاقی کرده است، بی خدایی کرده است، حکم خدا را پایمال کرده است، اگر من 100 جوابنامه در بالای سرش کشال کنم، خداوند وی عذاب میدهد، خداوند وی جزا میدهد. زیرا در سوره زلزله ما و شما میخوانیم و ما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شرا یره. خدا وعده داده است، خداوند به ما و شما گفته ایستاده است کسی که در دنیا به منزله یک دانه، چی دانه گندم گویم، به منزله اگر یک دانه گندم در دنیا نیکی کرده باشد، خدا وی پاداش نیکی میدهد. اگر در دنیا یک ذره بدی کرده باشد، وی منتظر بدی باشد که او را خداوند پاداش بدی میدهد. این را خداوند گفته ایستاده است. خدای مهربان عاقبت ما و شما را به خیر بگرداند و تن همه ما و شما را خدای مهربان صحت و سلامت نگه بدارد و خداوند همه ما و شما را از جمیع گزندها و تهمتها در حفظ امان خودش نگه بدارد و خداوند این جمهوری ما را باز هم زیباتر و شکوفانتر بگرداند و تمام آن کسانی که در این جامعه ما خدمت میکنند برای بهبودی این مردم، برای آرام کردن این جامعه دلالت ها دارند، خدمت ها میکنند، خدا ایشان از کل آفت ها نگه بدارد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا در چند برادرها خیرها کردن و گفتن که امین پسر من کسلیمند است، حتی خانواده هم التماس در همین ماه بزرگ در حقشون دعا کنید. اکی سرخان ظاهرشاه 50 سامانی آمده است که در حق ما دعا کنید. برادرمان سنگ، اکی سنگ داماد اکی مولانا 150 سامان آورده دادن. خیلی من سومش نامگیر نمیکنم. برادرمان ولی و سفرمد آورده یاردم کردن برای کار مسجد. حاجی یوسف جان، حاجی نعمت، ترسون، اکبر، اکی مظفری که اکسکواتری که در این بیرون کار کردن، اکی رئیس کریم خان در اینجا سهمیخشان گذرانیدن، حاجی سرخان همراه پسرانش، اکی مرادلی از همین محله که در همین چراغای ما. السلام علیکم اکی داملا. در قبرستان ها بالای قبرها عمارت ها شده ایستاده است. آیا این درست است یا نه؟ در اصل امروز باز چه یک بدعت، چه یک بدبختی بالای ما و شما آمده است که بالای قبرها را چی بناهای زیبایی می سازید. حالان که رسول اکرم نهی فرمودند
ان یقعد علی القبر و یقصص ان یبنى علیه. پیغمبر خدا میگوید که من نهی میکنم، شما را باز میدارم اینکه در بالای قبر ننشینید. یعنی وقتی شما قبرستان رفتین بالای قبر یک برادر ننشینید. و دوم اینکه در بالاهای قبر شما عمارت بنا نکنید. در حدیث دیگر میگوید پیغمبر نه عن ان یکتب علی القبر شیء، شما را من میکنم که در بالای قبر چیزی ننویسانید، مکتوب نکنید. اینها نهی از پیغمبر ما و شماست. قبرهای ما و شما باید عادی باشند. بالای قبرها به نهایت خوب می شود که شما یک درخت شینانید و یا آب دهید تا وقتی که وی سبز است و در حق مرده های شما، اگر بعضی بچه های داشته باشند که تبارک خان نباشند، یاسین خان نباشند، از همین خیل فرزند همون درخت بهتر است که در حق هم پدر مادر وی تسبیح میگوید. این عمارت ها را بالای قبرها نکنید. بعضی ها باور کن وقتی در قبرستان جای عبرت است و جای شهر نیست. باید انسان عبرت گیرد که امروز برادر من آمد، فردا من اینجا چکار میکنم، مکان میگیرم. بالای و اسراف است. اسراف در مسئله ها میگوید که اگر قبرکن ببینین اسلام است، مبادایی که اگر در وقتی گراندن مرده خواه کرته خدا، خواه ساعتی خدا، خواه بیلی خدا، یعنی چیزی از اشیای دنیایی که با وی آدم محتاج است، اگر فراموش کند، در اسلام کندن قبر دوباره اجازت نیست، لیکن برای آنه که یعنی اشیایی که مردم به او احتیاج دارد وی در اونجا پوسیده و ویران نشود، دوباره کندن قبر اجازت است تا که وی در داخل همین قبر اسراف نشود و ویران نشود. بین در قبر حتی در لحد خیشت پخته را ماندن مکروه است. میگوید برای به خیشت پخته مردم زنده احتیاج دارند. یا تخته نگذارید، میگد فقط همان توده خاک لایه که هست با همونها شما دهان لحد محکم کنید تا که همون اشیای مالی که ما با او احتیاج داریم در داخل قبر اونها اسراف نشود، نابود نشود. به نهایت خوب می شود همون پولی که شما در بالای قبر صرف میکنید فقیرها و مسکینها را دین در حق پدر مادرتون دعا کنید. صوفی حضرت مولوی جنونی میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، اگر در بالای گور قصر کنی، گنبدها بریمانی، فانتنها کنی، اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پور در لحد گر اژدهار است؟ چی فایده دارد وقتی داخل قبر اژدهار داشته باشد؟ بیرون قبر فسان نکنین، بزیب نکنین، داخل قبر زیبا کنین. کاری کنین که در دنیا شما عملهای بهتری نکنین، این نقش نگار داخله افضل تر است. حضرت میگن مشو در مذهب ظاهر پرستان، با باطین کوش بشنو پند مستان. ظاهر پرست نشو، فقط باطن میگه پاکیزه کن، داخل زیبا کن. سوال های زیاد ماند، همین آخران سوال میخونیم انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم حاجی میرزا اکی داملا. یک گروه از زنان پیدا شدند که با پول در بالای مرده گریه و ماتم تشکیل میکنند. آیا این چه حکم دارد؟ در اصل من به نزدیکی در یک رایان بودم، اونجا یک دو سه زنک پیدا شده است بالای مرده ها دا آمدن نوحگری میکردن، بعد اونها را پول میدادن. مثال میگن که من 20 سامانی دا مرده تو را خوب میگذرانم. میآید در بالای مرده ما و شما، بعد به نهایت نوحه خوب میکشیدن، شیرخوانی میکردن. باور کنین اینم یک مصیبت است. حالا که وقتی که همین پدر شما، مادر شما، برادر شما وقتی میبینین که در حالت نزع جان است، پیغمبر توصیه کردن برای ما و شما این بدبختا چی لازم است؟ سخن پیغمبر پیش است، میگه لکنوا موتاکم لا اله الا الله. وقتی اونها را شما در حالت خیلی اضطراب میبینید، حالتی که الحال جان وی
دنیا را پدرود میکند، فقط در نزد او لا اله الا الله، لا اله الا الله گویید. فقط این در نزد مرده هاتان خوانید. وقتی وی از دنیا گذشت، من چند حدیث بهر شما میخوانم. پیغمبر گفتند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وقتی که اگر کدام شخصی که آخران کلمش لا اله الا الله باشد، وی وارد جنت می شود. خوش به حال هم برادرایی که در دنیا زبانشون به کلمه لا اله الا الله آموخته میکنند، در حالت جان کندن دیگر اوف نمیگویند، بلکه چی میگویند؟ الله الله الله، لا اله الا الله. این سخنها را در حالت سکرات موت آن بنده تکرار میکنه که در دنیا اگر زبانش با این کلمه آموخته باشد. حضرت مولوی میگوید به هر حرفی کند عادت زبانت، به وقتی مرگ آید در دهانت. هر چیزی که اگر تو در حالت زندگی اگر در زبانت آموخت کرده باشی، انا همون در حالت جانکنی بر دهان تو می آید. خوش به حال همون زبان، خوش به حال همون دهانی که لا اله الا الله دارد، در حالت سکرات موت هم همین چی کار میکند؟ به زبان شما می آید. وقتی که میگوید سعد ابن عباده از دنیا گذشتند، رسول اکرم با همراهی سه اصحاب عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن مسعود نزد سعد ابن عباده آمدند. وقتی دیدند که حضرت سعد از دنیا گذشتند، پیغمبر خدا گریه کردند، همه صحابه ها گریه کردند. وقتی همه که در گریه شد، پیغمبر گفتند الا تسمعون، آیا شما نشنیدین؟ این العین تدمع والقلب یحزن. چشم ها گفت آب می پرتایند، دل ها گفت غمگین می شوند، ولکن یعذب بهذا او یرحم و اشار الی لسانه. پیغمبر خدا گفتند با آب چشم، با رحم دل خدا شما را عذاب نمی کند، لیکن عذاب بکند خدا شما را با این و اشار الی لسان. اشاره به سوی زبانشان کردند، گفتند اگر با این زبان شما چیزی بگویید، انا اینجا شما گناهکار می شوید. با گریه کردن شما گناهکار نمی شوید، با رحم خوردن، ضیق شدن، غمگین شدن شما ثواب میگیرید. لیکن وقتی نوحگر تشکیل میکنید، وقتی این گونه توده زنها را میارید و بالای مرده های شما را آباد میگیرد، به خدا قسم خودتان مثل حیوان میمرید و مرده های شما در عذاب هستند، زیرا شما تجاوزی در امر خدا، تجاوزی در امر پیغمبر کرده ایستادید. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید المیت یعذب فی قبری بما نیح علیه. مرده های شما در قبر عذاب میکشند با نوحه‌ای که شما در دنیا داشتید. همین نوحه و داد و فریاده که ای پدر رفتی، ما چی کار میکنیم؟ ما دیگر چگونه زندگی کنیم؟ حال ما چی میشود؟ وقتی اینها را شما به زبان میگویید، همین مرده شما، همین پدر شما در عذاب گرفتار میشه. پدرای عزیز، برادرای مهربان، خوش به حالتان که نصیحت کنین که در بالای سر من گریه نکنید. یعنی گریه کنن فرزند شما جایز، لیکن داد و فریاد نگن. زیرا که ای فرزند من نصیحت کنید، از من دیده بهترها گذشتند، از من دیده عزیزان خدا گذشتند، من کی هستم؟ او خدا را امرش از کل نفس ذائقة الموت، همه شما مرنده هستید، از مرگ کسی گریز ندارد. لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بالدعوى الجاهلیه. پیغمبر گفت اصلا امتی من نیست کسی که در حالت مرده چهرش میخراشد، پیشی برش میکند و دعا بالدعوى الجاهلیه، داد فریاد میزند، مثل که پیش از اسلام برای مرده هاشون گریه میکردن. اینها گفت از من نیستند، یعنی این نوحگرها امت پیغمبر نیستند. اینها را شما در خانه راه نتین که همه شما گناهکار میشوید. و اگر این چنین زنها باشند، اگر صدای مرا شنوند، من برای اونها یک حدیث آخر تلاوت میکنم که خاص ان همین توده زن هاست. پیغمبر چی میگوید؟ النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت و علیها سربال من قطران و درع من جریب. اگر نوحگرهایی که از دنیا گذرند و توبه نکنند، روز قیامت خداوند این نوحگرها را راست میکند،
در بدن اینها یک لباس سربال من قطران، یعنی همون لباس هایی که مثل بگیم سینتتیک امروزه که تیز در میگیرد، انا همین خیل لباس ها را در دوزخ خدا برای این نوحگرها آماده کرده است. همین لباس در بدنشان میپوشانند و اینها را در دوزخ میپرتند که با مجرد پرتافتن لباس جسد در حال میسوزد. چه عذاب وزنی دارند اگر توبه نکرده از دنیا گذرند. برای همین جوانای عزیز، این مصیبت ها امروز بالای ما و شما آمده ایستاده است، پیش راه اینها را شما گیرین. این وظیفه هر کدام شما است. وقتی اگر زن شما میگوید که یک چند نوحگر آمده است، اونها را شما در خانه راه ندهید. اگر کسی برای اونها طعام آماده کند، اونها هم در خوردن اونها گناهکار هستند. کسی سم میدهد، در هر سامانش 1000 سال در آتش دوزخ میسوزی. او یک سامان یک بیچاره را در حق پدر مادر دعا کند، نوحه و شیطانی است، دروغ است. چرا نوحه میکند؟ برای پدر مادر فرزند دلش میسوزد. او بیگانه برای چی میسوزد؟ وای پول کارکنی آمده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.